شنیدید که وقتی صحبت میشه این روزها در باب نقد پاره مطالب و آقا با اعتقادات مردم چه کار داریم؟ آقا این اعتقادات، این اهانت هست به اعتقادات مردم. این دوستانی که حرفا رو میزنن یا تو باغ نیستن واقعا، یا اینکه خودشان هم به جایشان میلنگه. بنده بارها اینجا خدمت شما عرض کردم که در جهان ادیان مختلفند، هزاران نوع آیین و دین هست، هیچ کس هم مربوط نیست، همه به اندازه هم محترم. حتی عرض کردم که تعداد پیروان یک آیین اون دین رو محترمتر نمی کند از دین دیگر که پیروانش اندک هستند، به جهت اینکه انسان ها محترمند، ادیان هم محترمند به یکسان، و تا جایی که کسی به کسی کاری نداشته باشد به هیچ کس مربوط نیست که در باب دینی صحبت بکند یا نقد بکند یا استدلال بکند. این قضیه به کسی مربوط نیست. حالا فرض کنید که بنده و جناب عالی چند هزار تن از هموطنان ایرانی شیعیان مرتضی علی راه میافتیم برویم به یک مسافرتی، یک جایی میرسیم پشت کجا آباد یک کوهی به یک شهری که اینها الاغ پرستن، هر جا میریم مجسمه الاغ هست و عرض میکنم معابدی هست در اونجا مجسمه های بزرگ الاغ نر و ماده گذاشتن و الاغ پرستن. به ما هیچ مربوطی نیست. شما چه میکنید؟ ما الاغ پرستیم، خالق السماوات و الارض همین الاغ بوده، به ما مربوط نیست. عقیده شماست، به ما مربوط نیست، بسیار محترم است. اما اگر فردا این الاغ پرستان ریختن با چوب و چماق دستهای ما رو بستن، از صبح تا شب ما رو بردن به بیگاری، شب هم بردن شلاق زدن، اموالمون هم گرفتن، بر مقدرات حاکم شدن، اون موقع این دیگه یک عقیده نیست که ما حق نداریم راجبش صحبت کنیم، چون این الاغ پرستی سیاسی شده. این الاغ پرستی عرض میکنن بر مقدرات ما حاکم شده، داد ما در آمده، بایستی راجبش حرف بزنیم. این دیگر توهین به عقیده کسی نیست که آقا راجب دین صحبت نکنید. این مزخرفات رو بایستی واقعا به بازار خرافات برد. این اتفاقی که در ایران افته عین همین داستان الاغ پرستان است که آمدن با چوب و چماق همه رو به زنجیر کشیدن، یا الاغ پرستی یا خفه. چند تا آخوند رافضی آمدن گفتن که آقا این حکومت آسمان ها زمین از خداوند تبارک و تعالی بوده است و این رو داده است حقش رو به محمد، و محمد داده است به پسر ابوطالب و از پسر ابوطالب رسیده است به فرزندانش تا رسیده است به عرض میکنن که حضرت بقیت الله عج، و این بقیت الله عج چون ته چاه هست و در نیامده ما نمایندش هستیم، ما هستیم اینجا فعلا بر شما حاکمیم تا این عج ظهور کند. حالا پیدا کنید اجرا. این چه مزخرفی است بر همچین پایه چنین مهملی و همچین مغلطه‌ای که نمیشه حکومت درست کرد و عرض میکنن که سرنوشت مملکت و ملتی رو به دست گرفت. اساساً دین برای مؤمن بوی بهشت میدهد. درود بر همه ادیان، از الاغ پرستان بگیرید تا نمیدانم آلت جنسی پرستان بگیرید تا خداشناسان. اما وقتی دین نشست بر مسند قدرت، بوی پهن اصل چه ارز کنم، این خیلی خوشبو هستی باشه، بوی نجاست سگ و خوک میده، همینجور که ملاحظه میفرمایید. این رو باید نقد کرد، باید نشون داد که پایه های این پوچ و دروغ و خرافات هست. این است که این بسیار تفاوت میکند با اون داستان. اگر در هندوستان 2500 نوع دین و مذهب هست به صورت مسالمت آمیز، اون داستان دیگری است. اینا هیچ به هم کاری ندارن، هم در حق هم احترام دارن، یک قانون اساسی سکولار هم نوشتن، یک دموکراسی عظیم و شأنی در هندوستان هست که همه با هم زندگی میکنن، در راه پیشبرد مقاصد ملیشون دارن کار میکنن. اما این که 4 تا آخوند شیعه بیاد این باهایی رو بکش، اون یهودی رو سر ببر، نمیدونم به اون سنی اجازه نده مسجد بسازه، عرض میکنم همه ادیان رو نفی بکنن و طرد بکنن و فقط خود رو بر حق بدانند، خب این فاشیسم همین است دیگه.
خواستم این مطلب رو هم اشاره کرده باشم که کاملا قضیه روشن شده باشه. ما نه اینجا بحث دینی میکنیم نه دین ستیزی. مشکل ما این است که عرض میکنم که یک چیزی به نام اسلام سیاسی که اسلام هم نیست حاکم شده است تو کشور ما به مقدرات ما و دارد دست و تصرف میکند در سرنوشت ملت ما بدون اطلاع ملت، بدون ترس از مؤاخذه.